توضیح بده. میدونم هم کار سختیه. برای مسعود راجع به این نمایش انتخابات، خب اون چی که به عدم شرکت مردم در این نمایش برمیگرده رو خب هزاران کلیپ خبرنگاران سیمای آزادی برای همه روشن کرده. اما اون چیزی که الان ما می‌خوایم نشون بدیم یک کمی اونورتر از اینه، یعنی یک مقداری از واکنش‌های مردم و واکنش‌های خود رسانه‌های رژیم نسبت به این مسئله. مثلا اون رژیم از خیلی از حوزه‌ها پخش زنده گذاشته بود، ولی یکی از اون حوزه‌ای که قطعاً ازش پخش زنده نداشته بود این حوزه است که نشون میده که تو این انتخابات ما تلفات هم داشتیم. یعنی مثلا مشخص تو این حوزه رأی‌گیری اگر شما نگاه کنید نشون میده که ناظرین صندوق در همون ساعات اولیه زیر هجوم رای دهندگان غش کردن و از وضعیت فعلیشون که اطلاعی در دست نیست، ولی این آخرین فیلمی که از وضعیت اونها توی اون روز میشه دید که توی اون حوزه رایگیری نشون میده که همشون دراز به دراز افتادن. علامتی که نشون میده این فیلم مال حوزه رایگیری اون صندوقی که اون گوشه قرار داره، بله همونجوری که ملاحظه میکنید این صندوق است که نشون میده چه حوزه بسیار شلوغ و پر ازدحامی هست. طور کامل از پا در نیومدن دیگه. چند نفر داشتیم که هنوز در وضعیت دارن هنوز خودش تلاش میکنن. اما توی یکی از حوزه‌ای که پخش زنده گذاشته بودن این حوزه است که واقعا میشه گفت یک جلوه دیگه ای از همون حماسه حضور رو میشه تو این فیلم دید که یک صندوق رای مربوط به این انتخابات ریاست جمهوریشون رو میخوان بعد از 19 ساعت توی یکی از شلوغ‌ترین مناطق تهران باز کنن که توی پخش زنده این کارو میکنن. صحنه بسیار جالبیه. صندوق آبی رنگ مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 1400 در شعبه 230 رایگیری در مسجد امام صادق علیه السلام در غرب تهران منطقه صادقیه هستیم و تا لحظات دیگه این صندوق پلمپش باز خواهد شد و بعد از اون هم صندوق‌های دیگه به ترتیب و شمارش آرا در این صندوق آغاز خواهد شد بعد از پایان 19 ساعت رایگیری از مردمی که امروز پای صندوق‌های رای از 7 صبح روز جمعه 28 خرداد حاضر شدند تا 2 بامداد روز شنبه 29 خرداد این صندوق باز شد. چند تا تعرفه ریاست جمهوری این شعبه؟ 1265 عدد ریاست جمهوری مصرف شد. 1265 تعرفه فقط ریاست جمهوری توی این صندوق که برای آقایون هست. 1200 تا رای توی صندوق تو غرب تهران. تا ساعت 2 هم مساجد رو باز نگه داشتن که مردم بیان رای بدن. بله همونجور که ملاحظه میکنید توی این صحنه دیگه زیر کوهی از آرا به اصطلاح گم میشه نفر وقتی که صندوقش رو خالی میکنه و تأکید هم داره که این فقط صندوق آقایون هستش، یعنی احتمالاً تو صندوق خانم ها 1.5 میلیون رای دیگه تو اون صندوق بوده که الان تو این صحنه نمیتونن نشون بدن. اما تو جریان مناظرات یکی از کاندیداها که خیلی از همه ایراد سواد میگرفت همین همتی بود که ادعای اقتصاد داشت، ادعای کار با آمار و ارقام داشت و به همه هم فراخوان میداد که زیر میز بزنید و خلاصه عزیز دردونه همه اصلاح طلب بود. ولی وقتی که انتخابات تموم شد دیدیم که همین آقای همتی که قرار بود تو دقیقه 90 گل پیروزی رو براشون بزنه بعد از اعلام نتیجه بیشتر گل به خودی زد، چون تو رقابت با بقیه افتاد توی رقابت تبریک گفتن به رئیسی و بعد این صحنه رو خلق کرد که در واقع به رئیسی رو تو پیام تبریکش به عنوان 13مین رئیس جمهور بهش پیام تبریک داد در حالی که 8مین رئیس جمهورشون هستش. و اما یکی دیگه از کاندیداهای مورد توجه تو این انتخابات رأی باطله بود که بدون شرکت توی مناظرات و بدون هیچ تبلیغ و پروپاگانی تونست مقام دوم رو توی انتخابات کسب کنه و تازه بعد جمع و تفریق روشن شد که آراش بیشتر از این هم بوده، یعنی بعد از نفر اول نفر دوم آرای باطله بود. حتی تو بعضی از استانها مثل البرز رأی باطله اول شد، یعنی بیشتر از کاندید اصلیشون رأی آورد که در واقع این مربوط به همون کسانی که به اجبار می‌آوردن برای رأیگیری که توی برگاشون می‌نوشتن هم جلاد و چیزای اینجوری می‌نوشتن که الان توی استان البرز اول هم شدش. ولی یکی دیگه از مشکلات تبلیغات رژیم توی روز انتخابات این بود که چجوری این صحنه رو بخواد پخش زنده کنه، چون بهشون گفته بودن که حتما باید 16 پنجره پخش زنده بدید از همه حوزه‌های رأی‌گیری. بعد مشکل اینا این بود که 16 پنجره داشتن ولی حوزه نداشتن که رأی نشون بدن، که بعد با یک طرح ابتکاری رسیدن که از 16 تا 6 تاش پرچم گذاشتن، 5 تاش که خالیه، یکیش هم که دارن اون پایین سرود میخونن که
بعد این تنها شاهکارشون نبود، تلویزیون حکومتی جاهای دیگه ابتکارات دیگه هم به خرج دادن که مثلا یک تصویر رو برای 2 نقطه پخش کنن که این همون تاکتیک جهانهای موازی معروفه توی درون تبلیغات رژیم آخوندی که فقط هم تو حکومت آخونده داشت استفاده میشه، مثل این تصویری که الان مشاهده میکنید، 2 صفحه کاملا مشابه به طور همزمان ولی در 2 نقطه شیراز، هم شهر صدرا و هم شهرک گلستان. ولی چیزی که جلب توجه میکنه اون آرم زنده است که اون گوشه بزرگ زدن زنده که این دروغ رو داره به طور زنده ابراز میکنه، که البته در نمونه‌های دیگه هم داشتیم. نمونه دیگه‌اش هم هستش، مثلا اینجا با یکم فاصله بیشتر باز دوباره یک صفحه دقیقاً به یک شکل و یکسان، هم تو مشهد هم تو کیش به طور همزمان، جهان‌های موازی اینجا فاصله‌شون یه مقداری بیشتر هم شده. اما نمونه دیگه و موضوع دیگه‌ای که خیلی مورد توجه بود، توی این تصویر میشه دید که صحبت‌های درونی بیت عظما رو بیرونی کردن و روی بیلبورد آوردن و بزرگ نوشتن که انتصاب رئیسی رو تبریک میگن. فقط معلوم نیست که اگر رئیسی رو به سمت ریاست جمهوری از طرف ولی فقیه منصوب کردن، پس تکلیف اون حماسه حضور چی میشه که این همه رأی و رأی‌گیری و اینا. البته برای خودشون روشن بوده که این انتصاب بوده، چون در خیلی از تراکتاشون هم باز دوباره نوشتن انتصاب شایسته رئیسی رو خلاصه تبریک گفتن، یعنی خودشون می‌دونستن که این انتصابات و انتخابات نیستش. ولی یکی از ویژگی‌های این موجود جنایتکاری که از توی صندوق با فشار بسیار آورده بودن بیرون، یعنی همین آخوند رئیسی، اینه که اساساً حرف زدن بلد نیست، یعنی فارسی رو مشکل داره که اصلا یعنی فارسی حرف زدنش هم یه مترجم میخواد. توی همین چند روز که 2 تا کنفرانس و سخنرانی داشته، کشف معنی جملات رئیسی توی مجازی تبدیل شده به یک سرگرمی جدید. مثلا توی این نمونه شما توجه کنید، میخواد در مورد واکسن و به اصطلاح ابتکارات دولتش برای واکسن صحبت کنه. این چی میگه؟ ویروس منحوس، برخورد جدی، همه جانبه، اونچه از واکسن هایی که تولید داخلی است ضرورت داشت تولید خارجی سریع، فوری، انقلابی، مردم احساس آرامش بکنن. بله. بعد از این سخنرانی کوبنده اما غیر قابل فهم، کاربران فضای مجازی با این جملات بهش واکنش نشون دادن. مثلا گفتن 100 رحمت به گوگل ترنسلیت حداقل یک فعل وسط جملاتش میذاره. یکی دیگه گفته جانشین برحق خمینی جملاتش نه فعل داره نه فاعل. بعد یکی گفته بیچاره اون مترجم هایی که قرار این جملات رو ترجمه همزمان بکنن. دیگه این واقعا یکی از دشواری‌های جدی هستش که چجوری می‌خوای اینو به زبون‌های دیگه برگردونی. بعد یکی گفته که این نسخه بتاشه، اجازه بدید که توسعه دهنده دارن روش کار میکنن، مورد جدیدترش هم به زودی میاد. و آخری هم اینو گفته این که میگفتن 6 کلاس سواد داره، فکر می‌کردیم تخریبه، نگو تعریف و تمجیده برای این. با این میزان سوادی که از خودش نشون داده. به هر حال این موضوعی که فکر کنم در هفته‌های آینده هم برای ما سوژه زیاد دقیقاً همینطور بود. منم واقعا داشتم فکر تعجب می‌کردم که این چقدر خوشحال میشه و استقبال میکنه از این بحث‌های مربوط به بیسوادیش. این نکته که آخر که گفتین، چون افرادی رو بیسوادیش کوک می‌کردن، غیر از اینکه هنر اصلیش که جنایت بر رژیم هست و به هر حال میتونست به این ترتیب تلاش بکنه که مخفی بکنه، در ارزیابی میزان سوادم اشتباه جدی داشته. من خودم واقعا بود براش کلاس خونده. بله. مشخص شد که نه نیست. کمتر از این بوده. ممنونم ازت.